خب سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم تو این ویدیو اولین اکانت بازی کلش آف کلنز رو براتون نشون بدیم و اینم چیزشه هرچی میگم بهش اونه. اگه خواستید برید ببینید. معلومه که چند مدت دیگه نرفته تو اکانت، این معلومه و بریم ببینیم اکانتشو. این اکانتشه و سطح دیواراش سطح 8 و مال من سطح بعضیاش سطح 9 ایناست، با اینکه لولش 57 و مال من لولم 81 و سطح چیزش 12 مال من 14 فکر کنم و معلومه که خیلی وقت نیومده همونطور که گفتم و درخت اینا زیاده همونطور که میبینید. من میمیرم اینا رو اینجوری ببینم و یا حالا اتفاقی براش اومده یا دیگه دوست نداشته بازی کنه پاکش کرده، یا هم پاکش کرده اشتباهی پاکش کرده و میخواسته دیگه بیاد نمیتونسته چون دیگه رمز و جیمیلش چیز بود. و اینم اولین اکانت چیز سطح 11 مال من فکر کنم سطح 12 ایناست، نمیدونم. حالا اینم از اینه دیگه دوستان. خب چیشمونه. بعدش هم سطح این اردوگاه نظامی سطح 6 و این چیزا رو داره، نیروها رو داره و ایچی دیگه. و اینم بگم من دارم این صدا رو از اینیشات میذارم و اون صدا یکم یه جایی بودم و صداشو نذاشتم و توی ادیت این صدایی که من دارم الان صحبت میکنم. خب اینجا نمیدن دارم چی کار میکنم و تالارش کنم سطح 8. خب دیگه که من خودم ببینم همه دیوارش سطح 8 کلا فول کرده دیواراشو دیگه، فول نه ها، همه‌شون رو سطح 8 کرده مرتب. والا مرتب نیست، بعضیاش سطح 11، بعضیاش 10، بعضیاش 9، بعضیاش 8، معلوم نیست چیه. اینم اکانت خود منه که 81 هست و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.